اگر شما در کشورهای آزاد زندگی میکنید، اگر برای حقوق بشر میجنگید، اگر برای انسانیت مبارزه میکنید، باید فارغ از تفکرات عقیدتیتون، فارغ از تفکرات سیاسیتون، جنایت جمهوری اسلامی رو هر جا که میرید بر دنیا روشن بکنید. مردم ما دارن قتل عام میشن. در همین امسال 300 نوجوان و جوان بلوچ، همین سال 2024 300 نوجوان و جوان بلوچ به خاطر سوختبری در مقابل گلوله های جمهوری اسلامی به خاطر فقر در آتش سوختند. وضعیت مجروحان زاهدان روز به روز داره بدتر میشه. خانواده هایی که حتی شناسنامه ندارن برن دکتر. جمعیت ملت بلوچ در ایران 5 میلیونه، اما 500,000 تا از بچه‌های ما شناسنامه ندارن. وقتی که شناسنامه ندارن مدرسه نمیتونن برن، دکتر نمیتونن برن، هیچ جا نمیتونن سفر کنن. جمهوری اسلامی الان همین لحظه ای که شما اینجا وایسادید در صف نونوایی زنا رو از تو صف میکشه بیرون، ازشون کارت ملی میخواد چون میدونه مردم بلوچ شناسنامه ندارن. حتی نون خوش رو داره از سفره های مردم برمیداره. مردم بیدار بشید. جنایت علیه ملت بلوچ، اگر شما امروز علیه این جنایت سکوت کنید، این جنایت تکثیر میشه. جنایت علیه یک ملت جنایت علیه بشریته. به نام انسانیت باید صدای کسانی باشید که جمهوری اسلامی ایران در تمام این سالها در سکوت رسانه‌ای اونها رو قتل عام کرده. به دنیا ثابت کنید. هر جا میرید از بلوچستان بگید که جمهوری اسلامی داره جنایت میکنه. جمهوری اسلامی باید بدون کشتار مردم بلوچ براش هزینه سیاسی خواهد داشت. جمهوری اسلامی باید بدون دیگه کشتن مردم بلوچ در خفا نمیتونه صورت بگیره. هر کدوم از ما کشته بشیم صدها بلوچ دیگه تو خیابون بلند میشن. این پیامیه واسه جمهوری اسلامی ایران. شما نمیتونید صدای ملت بلوچ رو خاموش کنید. دیروز بعد از 2 سال مردم بلوچستان اومدن تو خیابون و قسم خوردن به خون یارانشون که سکوت نمیکنن، که نمیبخشن و فراموش نمیکنن. ما این جنایت ها رو نمیبخشیم و فراموش نمیکنیم. مرسی.